در کشور ما برای پاسخ گفتن به سوالهای دینی شهروندان ریاست فتوای مرکز اسلامی عمل میکنند. هر یک شخص مسلمان میتواند با سوالهای دینی خود از متخصصان ریاست فتوا پرسان شوند. در شرایط کنونی که همه با تلفن و اینترنت دسترسی دارند، میتوانند سوالهای خود را توسط سامانه رسمی شورای علما پیشنهاد کرده شود. طول یک سال می شود که مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان و این سامانه هم در یوتیوب کانال هست. شما همتون می توانید در این کانال سامانه در آمده از دانشمندان و بزرگان و حتی رئیس شورای علما مفتی حضرت هم برآمدهای آنلاینی دارند. در اونجا سوال جواب های اسلامی می شود. شما می توانید از این سوال ها بهره مند شوید، در آمده استفاده برید، نه اینکه با اون سامانه هایی که غیر رسمی هستند و غیر مذهبی هستند. شما می توانید با سامانه در یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان که در آمده، از اون سامانه از شورای علما صحبت ها و موعظه ها استفاده ببرید. حالا الحمدلله